میگه یک جوانی بود در زمان حضرت موسی علیه السلام. هر باری که میگه او جوان توبه میکرد باز توبهش را میشکست. هر بار که گناه میکرد باز توبه میکرد و باز توبهش را میشکست. توبه شکن بود، توبه نصوح نمیکرد. و حضرت موسی علیه السلام ندا شد که ای موسی، و فلان بنده من میگو که من او را نمیبخشم، او توبه شکن است. حضرت موسی علیه السلام به خانه جوانی فقیر آمد که در یک کهخانه، در یک خانه خسی زندگی میکرد. جوانی خوب به او سلام داد. جوان گفت علیکم السلام و رحمت الله، که هستی تو؟ گفت من موسی پیامبر هستم، موسی کلیم الله. گفت چی میخواهی؟ گفت الله به من وحی فرستاد که ای موسی برو با فلان جوان رو که من دیگه او را نمیبخشم. جوان میگه یک حضرت موسی علیه السلام نگاه کرد و گفت پروردگارم چی گفت؟ میگه گفت که من دیگه او جوان را نمیبخشم. میگه پروردگارم همین را گفت؟ میگه آری پروردگار گفت. میگه گفت که همین منی بیچاره را عذاب میکنه؟ گفت نه، گفت دیگه توبهش قبول نمیکنه. وقتی حضرت موسی علیه السلام از خانه رفت، از خانه جوان، جوان میگه در تنش هر چی بود کشید پرتاف، پایلوچ کرد خچه، میگه پای افضاله هاش گرفته پرتاف، یک خوجین میگه پر از خون کرد و به دست صحرای جوش برآمد. حال زاری عاشقه که میدونه به جز خودش او چگونه ناز میکنن در پیشگاه خدا و من و تو از کجا میدانیم؟ میبرو جوان در صحرای گرم و جوشان، پایهایش سوخته، حتی با خودش آب نمیگیره، هیچ خوردنی نمیگیره به جز یک خلطه قم. میره ما بینی، میگه ما بین قمزار میره مینشینه و گریه میکنه در درگاه خدا. خدایا ای غفور و رحیم، اگر که گناه میکنم بیام دهنی درک خودت توبه میکنم. یه روز به موسی علیه السلام گفتی که بنده من نمیبخشم، میلی من عذاب کن، لیکن خدایا به من بگو که به جز خودت که هسته ای که من درگاهش رو، به جز خودت که هسته ای که من گناه کنم و رو در پیش درگاه توبه کنم. من کی آفرید؟ چنان خدا را زاره میکنه، چنان به درگاه خدا ناز میکنه که میگه از زیر پایهاش میگه سبزه ها میبراید، جواب گیریه میکنه. خدایا میگه من موسی گفتی که من نمیبخشی، میل من نبخش، لیکن من بازم به درگاه خودت میبینم، چون که میدانم به جز درگاه خودت یگان درگاه دیگه نیست، یگان خدا به جز خودت نیست دیگه. من میبینم درگاه خودت میبینم. میگه ابرها بالای سرش گرفتن، سایه‌اش کرده،
میگه ناز کرد خیلی یک طرف دیگر افشش. میگه گفت خدایا به موسی گفتی که من اون جوانه نمیبخشم. میگه باز از تگی پاش میگه سبزه ها برآمده میشود. باز میخیز یک جای دیگه میره میشنه ما میگه پاچه هم بسوزه، اگر که مرا نبخشی ما بسوزه. و عذاب آخرت نمیتونم طاقت کردم. الله به حضرت موسی علیه السلام ندا میکنه که ای موسی برو به فلان بندی من بگو که من او را بخشیدم، عفوش کردم. حضرت موسی علیه السلام او جوان جویان میشه از ما بین صحرا میابشه با لباس های دریده، های لوچ، یک پیراهنی میگه در تنش داشت، هیچ جای آبادی نداشت، لباس های فقیرانه. میگه رفت مثل یک کودک، میره حضرت موسی میگه رفت مثل یک کودک همین جوان نشست از گریه داره. گفت ای جوان خوشا به حالت که خدا تو را عفو کرد و تو سلام داد و گفت ما او بنده ما عفو کردم. گفت خدا چی گفت؟ میگه گفت ما او بنده ما عفو کردم. میگه چی گفت؟ حضرت موسی علیه السلام تبسم میکنه با او جوان میگه که ای جوان خدا به تو سلام داد و گفت ما او را عفو کردم. جوان میگه آسمان نگاه کرد و گفت ای پروردگاری من، خودت که این مهربان باشی من درگاه کی نمون دیگه، پیش کی سر فرود بیارم، از کی طمع توبه کنم، از کی یک چیز بخواهم، من در دعای خویش کی را بخوانم. یکی از عاشقان خدا نمی جوان بود در زمان حضرت موسی علیه السلام، عاشق خدا